خدا چرا اینقدر سخت میگیره؟ چرا همیشه من؟ چرا صدام رو نمیشنوه؟ این سوالها رو میشناسی نه؟ اینها حرفای دل من هم بود. بارها این سوالها رو با خودم تکرار کرده بودم. نه با صدای بلند، نه جلوی کسی. فقط در کنج تاریک اتاقم، جایی که هیچ کس اشکهام رو نمیدید. من همیشه به زندگی بقیه نگاه می‌کردم. به خنده هایی که انگار از ته دل بود، به مسیرهایی که انگار براشون فرج قرمز پهن شده بود. اما سهم من چی بود؟ درهای بسته، دعاهای بی جواب و انتظاری که انگار پایانی نداشت. یک شب وقتی سنگینی غم روی سینم فشار می آورد، رو به آسمون کردم و با گلایه گفتم خدایا اگه دوستم داری چرا من رو توی آتش سختی ها انداختی؟ چرا رهام نمی کنی تا یه نفس راحت بکشم؟ اون شب جوابی نیومد، اما خوابی دیدم که همه چیز رو تغییر داد. در خواب دیدم که در یک کارگاه قدیمی هستم. مردی نقره‌ساز تکه‌ای نقره سیاه و کدر رو توی دستش گرفته بود. او نقره رو دقیقاً وسط داغ‌ترین شعله‌های آتش نگه داشته بود. دلم سوخت. خواستم داد بزنم بس کن، داره میسوزه. اما مرد نقره‌ساز چشم از فلز بر نمی داشت. حتی یک لحظه هم نگاهش را ازش نمی گرفت. جلو رفتم و پرسیدم چرا انقدر عذابش میدی؟ چرا از توی آتیش درش نمیاری؟ مرد لبخندی زد و آروم گفت اگر لحظه‌ای زودتر درش بیارم ناخالصی‌هاش باقی میمونه و ارزشی نداره و اگر لحظه‌ای دیرتر درش بیارم نابود میشه. پرسیدم پس کی میفهمی که آماده شده؟ مرد گفت فقط وقتی که بتونم تصویر خودم رو مثل آینه توی اون ببینم. از خواب پریدم. صورتم خیس اشک بود. اما قلبم آروم شده بود. تازه فهمیدم خدا من رو رها نکرده بود. اتفاقاً برعکس. او من رو دقیقاً وسط آتش نگه داشته بود. نه برای اینکه بسوزم، بلکه برای اینکه خالص بشم. او تمام مدت چشمش به من بود. دقیقاً مثل همون نقره ساز. مراقب بود که حرارت زندگی من رو از بین نبره. فقط اون چیزهایی رو بسوزونه که من نیستم. غرورم رو، ترسهام رو، وابستگی‌های غلطم رو. یاد اون آیه قرآن افتادم که میگه ولنبلونکم و بشر الصابرین. ما قطعاً شما را آزماییم و بشارت باد بر صابرین. فهمیدم این سختی اسمش تنبیه نیست. اسمش تراشیده شدن است. اسمش ساخته شدن است. رفیق من، اگر الان تو هم در وسط کوره آتش هستی، نترس. تو داری نمیسوزی. تو داری طلا میشی. چشمان او دقیق و نگران به تو دوخته شده. فقط دوام بیار و ادامه بده. اگر این داستان نوری به قلبت تابوند، ویدیو رو لایک کن تا به دست دلشکسته های بیشتری برسه. و اگر دوست داری در این مسیر نور و آگاهی همسفر من باشی، کانال قصه های زهرا رو سابسکرایب کن. توی کامنت ها برام بنویس خدایا به حکمتت اعتماد دارم.